من محمد رضا پهلوی، آخرین شاه ایران، در روز 26 اکتبر 1919 در تهران به دنیا آمدم. آن روزها ایران هنوز تحت سلطه سلسله قاجار بود، کشوری که درگیر هرج و مرج داخلی، نفوذ خارجی و عقب ماندگی بود. پدرم رضاخان یک افسر نظامی ساده از مازندران بود که با شجاعت و اراده آهنین در ارتش قزاق خدمت می‌کرد. او بعدش به رضاشاه پهلوی تبدیل شد، مردی که ایران را از لبه پرتگاه نجات داد. من و خواهر دوقلوام اشرف در خانه‌ای مادس در محله‌ای معمولی بزرگ شدیم. کودکیم پر از خاطرات بازی در کوچه‌های خاکی تهران بود، جایی که صدای اذان از مساجد می آمد و بوی نان تازه هوا را پر می کرد. اما پدرم همیشه بر انضباط تاکید داشت. او می گفت که یک شاهزاده باید قوی و آماده باشد. از همان سنین پایین مرا به ورزش و سوارکاری تشویق می کرد. من عاشق اسب سواری بودم و ساعتها در استبل‌ها می گذراندم، جایی که احساس آزادی می کردم. آن روزها ایران در حال تغییر بود. انقلاب مشروطه هنوز تازه بود و قدرت‌های خارجی مانند انگلیس و روسیه در امور کشور دخالت می‌کردند. من شاهد بودم که پدرم چگونه از یک سرباز ساده به فرمانده کل قوا تبدیل شد. در سال 1921 او کودتایی انجام داد و قدرت را به دست گرفت و من کودک 5 ساله ناگهان در مرکز توجه قرار گرفتم. در سال 1925 پدرم سلسله پهلوی را بنیان گذاشت و من ولیعهد شدم. این عنوان سنگین بود. من فقط 6 سال داشتم، اما میدونستم که آینده ایران بر دوشم است. آموزشم جدی شد. ابتدا در دربار تحصیل کردم، جایی که معلمان خصوصی مرا با تاریخ ایران، زبان فارسی، عربی و فرانسوی آشنا کردند. پدرم میخواست من یک شاه مدرن باشم، نه مانند شاهان قاجار که در حرمسرا غرق بودند. در سال 1931 وقتی 12 ساله بودم، مرا با مدرسه‌ای در سوئیس فرستادند. مؤسسه لروزه در لوزان، جایی که فرزندان اشراف اروپا تحصیل می‌کردند. آنجا برای اولین بار با دنیای غرب روبرو شدم. زمستان‌های سرد، اسکی روی کوههای آلپ، کلاس‌های ریاضی و علوم و دوستان از کشورهای مختلف. من زبان فرانسه را روان یاد گرفتم و با فرهنگ اروپا آشنا شدم. موسیقی کلاسیک، ادبیات و حتی سیاست. اما دلم برای ایران تنگ بود. نامه‌هایی به پدرم می‌نوشتم و از پیشرفت‌های کشور می‌پرسیدم. او در حال ساختن ایران نوین بود. راه آهن، دانشگاه‌ها، ارتش مدرن. در سوئیس من ورزش‌های مختلفی مانند تنیس و فوتبال رو امتحان کردم و حتی در تیم مدرسه بازی می‌کردم. این تجربیات مرا شکل داد. فهمیدم که ایران باید با جهان همگام شود، اما هویت خود را حفظ کند. پس از 4 سال در 1935 به ایران بازگشتم. تهران تغییر کرده بود. خیابان‌ها آسفالت شده، ساختمان‌های مدرن ساخته شده بود. من وارد دانشکده افسری شدم، جایی که پدرم تحصیل کرده بود. آنجا آموزش نظامی دیدم، تیراندازی، استراتژی جنگی، رهبری. من عاشق پرواز بودم و خلبان شدم، چیزی که بعدها در سلطنتم مفید بود. در سال 1939 با فوزیه خواهر فاروق پادشاه مصر ازدواج کردم. این ازدواج سیاسی بود برای تقویت روابط ایران و مصر، اما من واقعاً عاشق زیبایی و وقارش شدم. مراسم عروسی در قاهره باشکوه بود، هزاران مهمان، موسیقی عربی و ایرانی و هدایای گرانبها. ما به تهران آمدیم و زندگی مشترکمان شروع شد. در 1940 دخترمان شهناز به دنیا آمد که شادی بزرگی بود. اما اختلافات شروع شد. فوزیه با فرهنگ دربار ایران سازگار نبود. او عادت به زندگی آزادانه در مصر داشت. فشارهای خانوادگی و سیاسی هم زیاد بود. من مشغول امور کشور بودم و او احساس تنهایی می‌کرد. در نهایت در 1948 طلاق گرفتیم. این جدایی برایم سخت بود. احساس شکست می‌کردم، اما باید به جلو می‌رفتم.
ایران در آستانه جنگ جهانی دوم بود و من ولیعهد بودم. جنگ جهانی دوم همه چیز را تغییر داد. در 1941 متفقین انگلیس و شوروی ایران را اشغال کردند چون پدرم را متهم به همدستی با آلمان می‌کردند. او مجبور به استعفا شد و به تبعید رفت. من در 21 سالگی بر تخت سلطنت نشستم. مراسم تاجگذاری ساده بود، در میان بحران. ایران اشغال شده بود. سربازان خارجی در خیابان‌ها بودند. اقتصاد مختل شده بود. من تلاش کردم کشور را بی‌طرف نگه دارم، اما فشارها زیاد بود. پس از جنگ چالش‌های داخلی شروع شد. کمونیست‌ها در شمال فعال بودند. جدایی طلبان در آذربایجان و کردستان شورش کردند. من ارتش را تقویت کردم و با کمک آمریکا شورش‌ها را سرکوب کردم. در 1949 ترور ناموفقی علیهم شد. در دانشگاه تهران تیراندازی کردند و مرا مجروح کردند. درد شدید بود اما زنده ماندم. اون حادثه مرا تغییر داد. فهمیدم که دشمنان زیادی دارم، از کمونیست‌ها تا مذهبیون. من قوی‌تر شدم و تصمیم گرفتم ایران را مدرن کنم. در 1951 با ثریا اسفندیاری ازدواج کردم. او دختری زیبا از خانواده اشرافی بود با چشمان سبز و موهای بلند. ما در کاخ مرمر آشنا شدیم و عشقمان سریع بود. ثریا مدرن بود، به ورزش علاقه داشت و با من در سفرها همراه بود. اما مشکل بزرگی داشتیم. فرزندی نداشتیم. برای سلسله پهلوی وارث ضروری بود. پزشکان تلاش کردند، اما بیفایده بود. در 1958 با اندوه طلاق گرفتیم. ثریا رفت، اما خاطرات خوب ماند. آن سالها سیاست داخلی ملتهب بود. دکتر محمد مصدق نخست وزیر صنعت نفت را ملی کرد که حرکت بزرگی بود. اما او قدرت را قبضه کرد و حتی مرا تهدید کرد. در 1953 من ایران را ترک کردم، اما با حمایت آمریکا و انگلیس کودتایی شد و مصدق برکنار گردید. عملیات آژاکس که بعدها فاش شد، ایران را از بحران نجات داد. من بازگشتم و قدرت را محکم کردم. دشمنانم مرا دیکتاتور خواندند، اما من میگفتم که ایران نیاز به رهبری قوی دارد. پس از آن اصلاحات را شروع کردم. ساواک را تقویت کردم برای امنیت و اقتصاد را رونق دادم. در 1959 با فرح دیبا ازدواج کردم که عشق واقعی زندگیم بود. او دانشجوی معماری در پاریس بود، باهوش و زیبا. مراسم عروسی ساده اما عاشقانه بود. ما 4 فرزند داشتیم. فرح نه تنها همسر، بلکه مشاورم بود. او بر حقوق زنان تأکید داشت و در امور فرهنگی فعال بود. دهه 1960 دوران طلایی بود. در 1963 انقلاب سفید را اعلام کردم. اصلاحات ارضی که زمینها را از فئودالها گرفت و به کشاورزان داد. حقوق زنان که حق رأی و طلاق دادند. آموزش همگانی که مدارس را گسترش داد. صنعتی سازی با کارخانه‌های فولاد و خودرو. ایران رشد اقتصادی 10% داشت. نفت درآمد آورد. شهرها مدرن شدند. تهران با آسمان خراش‌ها، اتوبان‌ها و دانشگاه‌ها. ارتش را مجهز کردم با هواپیماهای F-14 و تانک‌های مدرن. من ایران را به عنوان قدرت منطقه‌ای ساختم. روابط با آمریکا و اسرائیل قوی بود، اما با شوروی هم تعادل داشتم. در 1967 خودم را شاهنشاه خواندم و جشن‌های 2500 ساله در 1971 در پرسپولیس نماد این پیشرفت بود. رهبران جهان آمدند، اما دهه 1970 سایه‌ها آمد. افزایش قیمت نفت در 1973 درآمد را زیاد کرد، اما تورم و نابرابری هم. مردم روستایی به شهرها آمدند. حاشیه‌نشینی افزایش یافت. سرکوب سیاسی با ساواک مخالفان را ساکت کرد. اما خشم انباشته شد. روحانیت به رهبری آیت الله خمینی در تبعید علیه من سخن می‌گفت. مرا غرب زده می‌خواندند. در 1975 حزب رستاخیز را ساختم. اما اشتباه بود. مردم احساس خفقان می‌کردند. اعتراضات در 1977 شروع شد با مرگ مصطفی خمینی. سپس اعتصابات در 1978. کارگران نفت
معلمان، دانشجویان. تظاهرات در تهران، قم، تبریز، شعارها علیه من بود. من سعی کردم اصلاح کنم. نخست وزیر عوض کردم. زندانیان سیاسی آزاد کردم. اما دیر بود. ارتش تیراندازی کرد. جمعه سیاه. در شهریور 1978 صدها کشته. جهان مرا محکوم کرد. سرطان داشتم، اما پنهان می کردم. در ژانویه 1979 ایران را ترک کردم با فرح و فرزندانم. فکر می کردم موقتی است، اما انقلاب پیروز شد. خمینی بازگشت. جمهوری اسلامی اعلام شد. من در تبعید اول به مصر رفتم نزد انور سادات دوست قدیمی. سپس مکزیک، جایی که هوا گرم بود و خاطرات ایران آزارم میداد. آمریکا مرا پذیرفت برای درمان، اما گروگانگیری سفارت شروع شد. سپس پاناما و سرانجام دوباره مصر. سرطان لنفاوی پیشرفت کرد. شیمی درمانی، درد، ضعف. اما به ایران فکر می کردم. به مردمی که مدرن کردم. به زنانی که آزاد کردم. به اقتصادی که ساختم. در 27 جولای 1980 در قاهره درگذشتم. در 60 سالگی.